queridos amigos. سلام دوستان عزیز. میرسیم به فعالیت اول، اکتیویداد نمرو 1. یه سری چیزها رو مرور بکنیم. این سوالی که اینجا پرسیده کین ارس، حواست باشه که علامت سوال وارونه اول یه سوال تو اسپانیایی باید بیاد. یعنی یک سوال رو بین یه علامت سوال وارونه و یه علامت سوال معمولی ما میذاریم. این قاعده اسپانیایی هست، بهش عادت کن. ببین اگر تو اسپانیایی میخوای درست آکادمیک بنویسی، باید قبل از اینکه سوالت رو شروع بکنی یه علامت سوال وارونه بذاری، سوالت رو بنویسی و بعد یه علامت سوال اینطوری درسته بذاری. دلیل داره، داستان داره، الان موضوع ما نیست، میتونی خودت هم تحقیق کنی. خب بریم متن رو بخونیم. میگه که کت سوخیر استافوتو، کت سوخیره. این عکس چه چیزی به تو میگه؟ ¿Quiénes crees que son estas personas؟ این افراد چه کسانی هستن؟ una profesora, una estudiante, no sé, es una clase, universidad, no sé, no estoy seguro, مطمئن نیستم, pero me parece que es una escuela o una universidad o es un instituto. یه مؤسسه، مدرسه یا دانشگاه به نظر میاد. me parece que es una escuela o colegio o universidad o un instituto. ¿Qué crees que están haciendo؟ چه کاری دارن به نظرت انجام میدن؟ ¿Qué crees que están haciendo؟ Creo que están teniendo un examen, están haciendo un examen o una entrevista. Entrevista. Creo que estas personas están haciendo una entrevista. دارن یه مصاحبه انجام میدن. Habla con tu compañero. Habla con tu compañero. با هم کلاسیت صحبت کن. خب این عکس رو دارید میبینید. یک نفر داره یه سری مدارکی احتمالاً داده به ایشون و یه گفتگویی دارن میکنن. به نظر میاد که یه مصاحبه داریم. حالا مصاحبه تحصیلیه یا کاریه رو الان میفهمیم. بریم قسمت 1. قسمت 1. uno. Hoy es lunes. امروز دوشنبه است. Y los nuevos alumnos de una escuela de español están haciendo un test de nivel. تست همون تست نیول یعنی سطح. تعیین سطح دیگه، آزمون سطح، تعیین سطح. امروز دوشنبه است و شاگردان جدید، زبان آموزان جدید یک مدرسه اسپانیایی دارن چیکار میکنن؟ آزمون سطح، تعیین سطح میکنن. کارولینا که یه دختره، Carolina está hablando con una profesora en la prueba oral. کارولینا داره صحبت میکنه با یک معلم، با یک استاد در قسمت شفاهی. en la prueba oral. prueba یعنی تست، یعنی امتحان. prueba oral یعنی امتحان شفاهی. leed یعنی بخوانید. leed el diálogo. دیالوگ را بخوانید. leed el diálogo. y colocad estas expresiones en el lugar adecuado según vuestra opinión. و این ترکیباتی که اینجا میبینید رو در جای خالی باید قرار بدید. یعنی این یک تمرینه، باید با همدیگه انجام بدیم. چند تا جا خالی داریم؟ 3 4 تا 12 تا. 12 تا جا خالی داریم. این متنم داریم تقریبا یه متن نیم صفحه‌ای. تو باید این رو بتونی انجام بدی، چون این قسمت کلش مرور آیکه. ویدیو رو همینجا استاپ کن، همینجا ویدیو رو نگه دار، خودت تلاش کن که این متن رو بخونی، جا خالی ها رو پر کنی، با من مرور کن. همینجا استاپ کن و بعدش ادامه میدیم. خب امیدوارم که تلاش کرده باشی و این قسمت رو انجام داده باشی. حالا با من مرور کن. اولا شماره 1 و 2 چیه؟ خالیه. اولا چی بگیم؟ فلان و فلان اینس. خب بریم ببینیم که چی هستش. وقتی که سلام میکنه اولا، بعدش یه جا خالی داریم شماره 1. اولا میتونه بگیم بوئنوس دیاس، سلام، روز بخیر. اولا بوئنوس دیاس. خب و بعد اینس.
خب وقتی اینس میگه ما اینجا باید چی بگیم؟ هم میتونیم بگیم سوی اینس، هم میتونیم بگیم میامو اینس. حالا کدومش درسته؟ خیلی ریز بشی، چون اینجا وسط جمله است. وسط جمله با حرف بزرگ شروع نمیشه. میامو رو میگیم. اوکی؟ اینطوریه. خیلی باید دقیق باشی. خب پس این قسمت اول میتونه بشه چی؟ Hola, buenos días, me llamo Inés. و بعد شماره 3 فعلا پروفسورا de اسپانیول، معلم اسپانیایی هستم. Soy profesora de español y ahora vamos a hacer una prueba oral para saber exactamente tu nivel de español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? حالا کارولینا جواب میده. Hola. خب اینجا چی بگه؟ سلام. چی؟ چون اون طرف پرسید چطوری؟ ¿Cómo estás? چطوری؟ Hola. اون میگه muy bien. Hola, muy bien. ¿Y usted? و شما؟ Bueno, estoy un poco nerviosa. یه کمی مضطربم، نگرانم، nerviosa. Tranquila, آرام باش. Tranquila. Dime. ¿Cómo؟ یه سوالی پرسیده. ¿Cómo؟ و جوابش چیه؟ کارولینا مدیروس. ¿Cómo؟ خب پس اسمشو پرسیده. ¿Cómo te llamas اینجا؟ ¿Cómo te llamas؟ طرف میگه کارولینا مدیروس. خب بعد یه سوال هست با د شروع شده. ¿De dónde eres این؟ ¿De dónde eres Carolina? ¿De dónde eres؟ خب و بعدی چی باید بگه؟ soy de اینجا هستش. soy de Brasil de Minas Gerais pero اهل اون شهر تو برزیله، اما توی ساو پائولو چیکار میکنه؟ بیبو ان ساو پائولو. خب سوال بعدی اکه فلان استودیاس trabajas. خب اکه یه سوال داشتیم تو آیک، اون سوالی که داشتیم برای پرسیدن شغل اکه ته ددیکاس، پس داریم مرور میکنیم. استودیاس trabajas. خب یو فلان میکنم درچو اینترناسیونال، حقوق بین الملل. درچو اینترناسیونال رو چیکار میکنن؟ میخونن، درس میخونن. استودیو. Yo estudio Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Yo estudio Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En verano, در تابستان چیکار میکنم؟ Una empresa de alimentación. در یک شرکت غذایی، صنایع غذایی و اینا، alimentación چیکار میکنم؟ مواد غذایی کار میکنم. En verano trabajo en una empresa de alimentación. خیلی خوبه. پس یه بار دیگه این جمله. Yo estudio Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En verano trabajo en una empresa de alimentación. عالی. حالا اینجا طرف میپرسه ¿Y por qué؟ ¿Y por qué estudias español Carolina? ¿Por qué؟ این جمله اینجا خیلی خوبه. خود کتاب هم بولد کرده. ¿Y por qué؟ ¿Por qué estudias español Carolina؟ ممکنه از شما بپرسن تو سفارت، تو دانشگاه ¿Por qué estudias español؟ ¿Por qué؟ کارولینا چجوری جواب میده؟ Pues یه چیزی مثل معنای خاصی نداره. Pues para trabajar en otros países. Para trabajar. بعد از پارا چی اومده؟ مصدر. Para trabajar en otros países. Me gusta hablar otras lenguas y el español es una lengua muy bonita, similar al portugués, مشابه پرتغالی. Por eso es fácil aprenderla. برای همون آسون یادگیریش. También viajo mucho con mis padres a otros países de Hispanoamérica y tengo que hablar español porque quiero comunicarme con mis amigos de allí. و همینطور خیلی با والدینم سفر میکنیم به کشورهای آمریکای لاتین و تنگو که باید صحبت کنم اسپانیایی با کی؟ با اون دوستانم.
porque quiero comunicarme. tengo que hablar باید صحبت کنم اسپانیایی. چرا؟ porque quiero comunicarme چون میخوام ارتباط برقرار کنم con mis amigos de allí. Y para entender las canciones de Shakira y Chayanne que me encantan. دو تا خوانندن دیگه، شاکیرا y Chayanne. Y para entender las canciones de Shakira y Chayanne que me encantan. همه اینایی که بولد کرده مهمه، چون یه سوال پرسید، گفت پرکه استودیاس اسپانیول. این داره اینطوری جواب میده، هم از پارا استفاده کرد، هم از پرکه، هم از تنگوکه استفاده کرد. Para mí, escuchar canciones es muy útil para aprender lenguas. Para mí, برای من، para mí, escuchar canciones es muy útil para aprender lenguas. گوش دادن به موسیقی خیلی مفیده برای یادگیری زبان. Muy bien. اون مصاحبه کننده میگه muy bien. Además, همچنین، además, bueno, tengo un novio español, یه پارتنر اسپانیایی دارم. Se llama Julio, نامش خولیوه. Y este Valladolid. Valladolid یه شهر توی اسپانیا است. Así que necesito hablar español. Necesito. Así que necesito hablar español porque él no habla portugués. باید اسپانیایی صحبت کنم چون او پرتغالی صحبت نمیکنه. دختره برزیلیه، زبان مادریش پرتغالیه، پارتنرش اسپانیاییه، پرتغالی بلد نیست. بنابراین دختره باید اسپانیایی صحبت کنه. که اینترسانته. مصاحبه کننده میگه که اینترسانته کارولینا. و چی میگه بهش؟ فلان conocerte y bienvenida a España. Encantada. Encantada de conocerte. Encantada de conocerte y bienvenida a España. خب این گفتگوی خیلی خوبی بود. الان با چیزایی که جواب دادیم یه بار دیگه این متن رو میخونیم چون خیلی مفید بود و خیلی خوب بود. Hola. Buenos días. Me llamo Inés. Soy profesora de español y ahora vamos a hacer una prueba oral para saber exactamente tu nivel de español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Y usted? Bueno, estoy un poco nerviosa. Tranquila, dime. ¿Cómo te llamas? Carolina Medeiros. ¿De dónde eres, Carolina? Soy de Brasil, de Minas Gerais, pero vivo en Sao Paulo. ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Yo estudio Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En verano, trabajo en una empresa de alimentación. ¿Y por qué estudias español, Carolina? Pues para trabajar en otros países. Me gusta hablar otras lenguas y el español es una lengua muy bonita, similar al portugués. Por eso es fácil aprenderla. También viajo mucho con mis padres a otros países de Hispanoamérica y tengo que hablar español porque quiero comunicarme con mis amigos de allí. Y para entender las canciones de Shakira y Chayanne que me encantan. Para mí, escuchar canciones es muy útil para aprender lenguas. Muy bien. Además, bueno, tengo un novio español. Se llama Julio y es de Valladolid. Así que necesito hablar español porque él no habla portugués. ¡Qué interesante, Carolina! Encantada de conocerte y bienvenida a España. این متن رو خوندیم، با همدیگه تلاش کردیم، کل جا خالیاشو پر کردیم، با پرکه و پارا چشمامون آشنا شد، دیدیم و این مطالبی که اینجا تو این قسمت مخصوصا بولد شده بود خیلی خوبن، خیلی مفیدن. حالا کتاب میاد تو این درسنامه ها مرور کرده، تمام این کادری که اینجا دارید میبینید رو شما داشتید، کار کردید. این مرور سطح A1 هستش. همه رو میخونم و بهتون یادآوری میکنم که اینا رو باید بلد باشید. Para saludar y responder al saludo. برای سلام کردن و جواب دادنش. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y usted? این که سلام کنی. Hola. Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. حالا عصر باشه میگم buenas tardes. شب باشه بخوام سلام کنیم buenas noches. همیشه میتونیم بگیم hola. خب
اینکه حال یه نفر رو بپرسیم، مثلا احوال پرسی داشته باشیم ¿Cómo estás? ¿Qué tal؟ حالا جواب بدیم muy bien ¿y tú؟ یا ¿y usted؟ فرق تو و استد هم که باید بلد باشی. این قسمت para presentarte y presentar a alguien، اینکه خودتو معرفی کنی. me llamo محمد، soy محمد. حالا بپرسی ¿y tú؟ ¿y usted؟ خب این قسمت میرد. ببینید من اینو نمیگم، خیلی راحتت کنم، من اینطوری افراد دیگر رو معرفی نمی کنم. من استاد خودم این قسمت رو نمیگفت. دوره فشرده است، چیزی که نیاز داری رو یاد میگیری. اگه یه نفر رو بخوای معرفی کنی خیلی ساده است. اشاره میکنی بهش، میگی مثلا él es Reza mi amigo، ella es Sara mi amiga، él es Mahdi mi compañero، ella es Sara mi compañera، ella es señorita Vázquez mi profesora. با این ضمیرها میتونید معرفی کنید. ال برای مذکر و ایا برای مؤنث. فرض کنید رضا کنار منه، رضا دوست منه، میخوام معرفیش کنم، میگم ال اس رضا می آمیگو. تموم شد. من اینطوری کار میکنم، اینطوری معرفی میکنم. حالا یه دختری کنارم باشه بگم این همکار منه، همکلاسی منه. ایا اس مریم می آمیگا می کمپانیرا. معرفی میکنی. خب این قسمت رو من اینطوری نمیگم. این دوتا قسمت رو من خط زدم. پس خودتو میخوای معرفی کنی. میامو سوی می نمبر اس، میامو محمد سوی محمد می نمبر اس محمد. اینا رو میگی. یه نفر دیگر رو میخوای معرفی کنی، از ضمیرها استفاده کن. خانوم ایا، آقاس ال، اشاره میکنی بهش، معرفی میکنی. دوستت، پارتنرت، معلمت، همکلاسیت میگی. خب میایم این قسمت para responder a una presentación. حالا یه نفر خودش رو معرفی کرده، میخوای یا جواب بدی، همینطوری وای نمیسی نگاهشون کنی که چی میگی؟ hola ¿qué tal؟ خب خیلی اینفورمال و غیر رسمی، سلام چطوری؟ خب یه دونه دیگه me alegro de conocerte. me alegro de conocerte میشه خوشحالم از آشنایی باهات. اگر بگی me alegro de conocerle برای اوستده دیگه. خب encantado بیشتر اینو میگن. encantado یه آقایی بگه خوشبختم encantado، یه خانومی بگه خوشبختم encantada. خب mucho gusto هم خیلی خوبه. mucho gusto دیگه جنسیت نداره. mucho gusto یه نفر خودش رو معرفی کرده. hola mi nombre es محمد soy de ایران. خب hola محمد encantado. حالا یه دختری باشه hola encantada mucho gusto. اینطوری هستش. خب بیایم اینجا. para preguntar por información personal، اطلاعات شخصی فضولی. ¿Cómo te llamas؟ اسم چیه؟ ¿Cómo te llamas؟ حالا برای اوستد ¿Cómo se llama usted؟ اینا رو داشتی. ¿Cómo te llamas؟ برای اوستد ¿Cómo se llama usted؟ اسم تو میگی. ¿De dónde eres؟ ¿De dónde eres؟ اهل کجایی؟ حالا برای اوستد ¿De dónde es usted؟ ¿De dónde es usted؟ برای تو ¿De dónde eres؟ ¿Dónde vives؟ کجا زندگی میکنی؟ ¿Dónde vives؟ حالا برای اوستد باشه ¿Dónde vive؟ ¿Dónde vive usted؟ ¿A qué te dedicas؟ ¿A qué te dedicas برای شغل بود. من دارم از تو میپرسم ¿A qué te dedicas؟ تو میگی soy profesor de español، soy ingeniero، soy médico، soy policía. هر چی شغل تو میگی. soy شغل. اصلا شغل نداری، داری درس میخونی، میگی soy estudiante، estudio en la universidad. اینطوری جواب میدی. ¿A qué te dedicas یعنی به چی مشغولی؟ کارت چیه؟ درس میخونی، شغل داری، بگو. ¿A qué te dedicas؟ برای اوستد دوباره رسمیش ¿A qué se dedica usted؟ من پیشنهادم اینه که برای تو رو یاد بگیرید اول. یعنی اون تمرکزتون برای تو باشه. چون اکثرا قراره از اون استفاده بکنید. زیاد رسمی اونطور که فکرشو بکنید به کارتون شاید نیاد. اول تو و بعد اوستد. اونم در جریان باشید. خب پس ¿Cómo te llamas؟ ¿De dónde eres؟ ¿Dónde vives؟ ¿A qué te dedicas؟ اینا خیلی مهمه. قسمت آخر اینجا یه خود خلوت کنیم. آها قسمت آخر اینجا para responder por información personal، برای اینکه جواب بدی، اطلاعات شخصی تو بدی. me llamo محمد
soy محمد. mi nombre es اینو ننوشته من دارم میگم. mi nombre es محمد اینو اینجا ننوشته من دارم بهت میگم. mi nombre es محمد همون my name is. mi nombre es اسم من محمد است. como te llamas؟ me llamo مهدی. me llamo سارا. soy سارا. mi nombre es سارا. mi nombre es مریم. تمرین کن. soy de تهران. soy de اصفهان. soy de یزد. soy de مادرید. soy de بارسلونا. soy de ایران. soy de اسپانیا. soy de ایتالیا. میخوای بگی اهل کجایی؟ vivo en کجا زندگی میکنی؟ donde vives؟ vivo en تهران. vivo en مادرید. vivo en روما. vivo en میلانو. اینا رو میگی. soy شغل تو میگی. soy médico. soy profesor. soy policía. soy peluquero آرایشگر. یا داری درس میخونی estudio en la universidad. estudio فلان en la universidad. اون درسی که داری میخونی، رشته‌ای که داری میخونی. trabajo en محل کار تو اگه میخوای بگی trabajo en una universidad. trabajo en una escuela. trabajo en un hotel. trabajo en un hospital. کجا کار میکنی؟ یا هتل یا مدرسه است یا یه کلینیکی مطبه. trabajo en un hospital بیمارستان. trabajo en un هتل. اینا هستش. پس این کادر زرد رنگ بسیار مفید، عالی و همشو شما داشتید. مرور بود، حواست باشه، باید بلد باشی. ادامه میدیم. خب اینجا میگه اسکوچات ای کمپروبات vuestras respuestas. میگه گوش کنید و جواب هاتون رو چک کنید. قسمت های شنیداری برای شماست. من گفتم این دوره فشرده است. دوره فشرده یعنی چی؟ یعنی قراره تو 20 ساعت این کتاب من برات تموم کنم. قسمت شنیداری کار نمیشه تو، این به عهده خودته. اگر سوال داشتی، نیاز به کمک داشتی، به من پیام میدی. پشتیبانی ازت صورت میگیره. سوال داری از من بپرس، مشکل داری به من بگو، تکلیف تو میخوای بفرستی به من بفرست، شک و تردید داری به من بگو، هرچی پشتیبانی. خب حالا اینجا چی میگه؟ قسمت 1 1 3 Fíjate en las frases en negrita del diálogo y completa las razones de Carolina para aprender español. کارولینا وقتی ازش پرسید porque estudias español، چرا اسپانیایی میخونی، یه پاراگراف چیزی گفت. بعضیاشو با پارا گفت، بعضیاشو با پرکه گفت. کتاب از تو میخواد بری اون جملاتی که بولد شده بود، مشکی بولد شده بود، بری ببینی و دلایل کارولینا که گفته بود رو لیست کنی. اونایی که با پارا گفت، اونایی که با پرکه گفت. ببینید کارولینا استودیا اسپانیول پارا پرکه. من یه دونشو میگم، بقیهش با خودت. باید خودکار باشی، باید فعال باشی، باید اکتیو باشی. این سوال بود. پرکه استودیاس اسپانیول کارولینا. کارولینا یه پاراگراف جواب داد. پوس پارا trabajar en otros países. پارا، این پارا بود. این پارا، این یه دونه پارا. دوباره یه جا دیگه یه پارای دیگه. پرکه کجا داشت؟ پرکه یه دونه اینجاست. این آخر پرکه اینجا. پرکه رو با قرمز نشون میدم. ببین اینجاست. یه دونه پرکه اینجا شروع شده و همینطوری باید بری ببینی داستان چیه. پارا و پرکه. کتاب میخواد باهات آشنا بکنه که بعد از پارا مصدر میاد، بعد از پرکه چی میاد؟ فعل صرف شده. پارا اپرندر، پارا انتندر، پارا کومر، پارا مصدر و بعد از پرکه فعل صرف شده. پرکه استودیو، پرکه تراواخو، پرکه کیرو، پرکه اس موی اوتیل، پرکه فلان بیسار اینها. پس ما بعد از پارا مصدر داریم، بعد از پرکه فعل صرف شده. این رو کتاب میخواد مفهومش رو بهتون نشون بده. آشنا بشید با این داستان که باهاش کار داریم. پارا پرکه. پس یه نفر ازت بپرسه پرکه استودیاس اسپانیول، تو میتونی یه سری دلایل رو با پارا لیست کنی، یه سری دلایل رو با پرکه لیست کنی. این تکلیف اولت. تویی که داری کورس منو الان میبینی، من ازت این سوالو دارم میپرسم. پرکه استودیاس اسپانیول، پرکه. مثل کارولینا جواب منو یه سری با پارا و یه سری با پرکه بده، برام بفرست، من چک کنم. خیلی خوشحال میشم. خب تا این قسمت ما اومدیم
و پارا و پرکه رو بهتون معرفی کردیم. حالا در ویدیوی بعدی قسمت 1/4 رو شروع میکنیم که قرار همه این حرفایی که در مورد پارا و پرکه زدیم رو دیگه به صورت آکادمیک براتون لیستوار قشنگ توضیح بدیم و پرکه و پاراکه رو هم اینجا براتون بگیم که داستانشون چیه. پاراکه، پرکه، اینا رو با هم دیگه کار خواهیم کرد و شروع میکنیم تو درس بعدی قسمت 1/4. Muchas gracias por la atención queridos amigos. خیلی ممنون از توجهتون. تو ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا adiós queridos amigos.